دکتر سبای افغانستان. سلام محصلین و کسایی که ویدیوی من از طریق کانال یوتیوب افغان مدیکال داکتر به نام افغان لکچر میبینم. مشاهده آوری هستم باز هم به قسمت دوم از این سیمولیشن که ما قسمت اولش مربوط به تشخیص تداوی به موقع مریض سپتیک یا کسی که میکروبی شده خونش است تدوین کرده بودم. حالا قسمت دومش که قرار گفته بودم بخش یک فیزیکال اگزامینیشن و به صورت خلاص برای شما در اینجا نشان میدم تا جایی که معایناتی که ما میتونیم بکنیم بالای سیمولیشن اجرا میکنیم، در غیر از او در موردش به شکل تیوریتیکال گپ میزنیم. معاینه فیزیکال اگزام ما وقتی که میآید شروع میشه از برخورد اول مریض. وقتی که ما میبینیم مریض بالای بستر شیشته چشمش به طرف ما هست و جواب ما را میده، کاری که برش میگونیم میکنه، یک چیزی که میگیم برش میفهمه و اینجا معاینه شعوری مریض نزد به اصطلاح خلاص شد. مریضی که بتونه شیشته جواب بده و کاری که میگیم برش بکنه و چشمش باز باشه، این GCS یا گلاسگو کوما اسکیلش 15 است. گلاسگو کوما اسکیل مربوط به 3 موقع چی است؟ 3 پارامتر داره. پارامتر اولش آی اوپنینگ است یا باز بودن چشم است که او 4 نمره داره. پارامتر دومش وربال ریسپانس است یا جواب زبانی است که او 5 نمره داره و پارامتر سومش عبارت از موومنت است یا حرکات است که او 6 نمره داره. مریض از بین 3 تا 15 در بین این گلاسگو کوما اسکیل موجود می باشه. 3 در حقیقت نزدیک به مرگ است یا هیچ کدام عکس العمل نداره و یا کومای دیپ است. بعد 15 مریض با شعور می باشه. مریض ما GCSش 15 است. در قرار از این نقطه اگر برایم معاینه فیزیکی شامل بخش‌های کاردیوواسکولار، ریسپیراتوری، ابدومینال، نیورولوژیک، سکین اگزام و بعضی اگزام‌های دیگه به شمول معاینه چشم، معاینه گوش، معاینه ساحاتی که مربوط به اگر مریض شکایتش داشته باشه میشه. در کاردیوواسکولار سیستم کاپیلاری فیلینگ در نظر میگیریم. کاپیلاری فیلینگ نشان میده که چقدر جریان خون به پیش مریض در ساحات دورتر، جایی که کاپیلاری است، خصوصا در نیل بید یا در ناخون، در زیر ناخون چقدر ما میتونیم بهترین جایی است که ببینیم. ناخون مریض فشار میتیم و میبینیم چند ثانیه را میگیره در تا پس رنگش گلابی شد. با تعقیب از او گرفتن پلس است. پلس گرفتن یا نبض گرفتن است که نبض در چندین نقطه گرفته میتونه شود، نه تنها در قسمتی که به شکل کلاسیک ما در مورچ دست میباشه. قسمت سوم اسکولتیشن قلب است که میراقات قلبی اول به صورت اون باید صدای قلبی را بشنویم که هست یا نه. بعد از اون میراقات قلبی را میراق ابهر، میراق مایترال، میراق تریکوسپید و میراق پلمونری را اگر بتانیم فرقش را دریافت کنیم و بشنویم خیلی عیز اهمیت است. نزد اشخاصی که پیر هستند امکان داره پیش بعضشان صداهای یا مرمرهای دیده شود. در هر میراق نشان دهنده از است که در کدام وقت و زمان از سیستول و دیاستولی واقع میشه و نظر به اون وقت میتونیم ببینیم که پیش مریض ها یا تضایق موجود است و یا ای که شل بودن یا دیسفانکشن خود همون میراق موجود است. هایدریشن مریض به صورت عموم در چشم در دهن دیده میشه که نشان میده که پیش مریض اگر خشکی دهن باشه در خط نشان دهنده وخامت حالت یعنی اندازه وخیم بودن حالت نشان میده. خصوصا نزد اطفال قابل اهمیت است. معاینات لگ اگزام که در اینجا واسکولار اگزام است در خط که به شمول پلس میتونه سیستم های وریدی را مانند وریدهای داخلی را یا وریدهای عمیقه را ما در نظر میگیریم. در معاینه کاردیوواسکولار اگر کاپیلاری فیلینگ مریض ببینیم، شما فقط بالای بید ناخن یا قسمت نیل بد یا در قسمت بیخ ناخن فشار میده. Cap refill is 3 seconds. نزد مریض ما 3 ثانیه را میگیره تا به حالت نرمال پس بگرده. کاپیلاری فیلینگ 3 ثانیه تقریبا نرمال است. پلس فعلا در پلس ثباتی یا کاروتید را میبینن. پلس در غیر از او در ساحه Normal character, regular pulse.
در ساحه آرتریا براخیالیس که در قسمت آرنج است و همچنان در آرتریا رادیالیس که در مچ دست است دیده میشه. در قسمت های طرف های سفلی ما پایان ما میتونیم پلز اکوینال ببینیم در آرتریا فیمورالیس کمون یا کمونال آرتریا فیمورالیس که در ساحه اینگوینال دیده میشه. پلز آرتریا پوبلیتیا در خلف زانو، پلز میتونه در خلف مچ پای که به نام دورسال پیدس تیبیالیس پوستریور و همچنان در قسمت خلفی پای که آرتریا دورسالس پیدس می باشد در اونجا میبینیم. با تعقیب پلس قلب باید اسکولتیت کنیم. قرار گفتیم اسکولتیشن قلب نظر به میراقاتی که هست دیده میشه. اول باید ببینیم که چقدر صدای قلب میشنویم، یعنی ناگفته نباید گذاشت که نوعیت خود استاتوسکوپ به شما که هست خیلی مهم است به خاطر دانستن مرمرها. استاتوسکوپ هایی که در سطح عمومی دیده میشه به اکثرشان استاتوسکوپ های استاندارد نیست، فقط برای شنیدن صدا است. برای تعیین نبض و تعیین مرمرها نمیشه از استفاده کنید. هایدریشن استاتوس گفتم Dry mucous membranes. No mucositis. پیش مریض ما مخاطش یک اندازه خشک است. موکوزایتس که در خط آبله دیده نمیشه. اگر پایان بریم ریسپیراتوری سیستم شامل باز بودن هروی بالایی یا در خط اپر ریسپیراتوری ایروی اگر باز باشه پیش مریض صدا نمیشنویم مانند استریدور جسم اجنبی نباشه. و دیگه شامل قسمت های پایان است که اسکولتیشن خود یا شنیدن صداهای شش است که در هنگام شهیق و زفیر رو میشنویم. Airway patent. No stridor. هرویشان باز است، استرایدور دیده نمیشه، به این معنا صدایشان و صدای جسم اجنبی و یا بسته بودن سیستم بالایی طرق تنفسی دیده نمیشه. ببخشید که ما باید به ابدومینال رفتم در حالی که ابدومینال باید آسان میبینیم. برای دیدن Abdomen soft, non-tender, no masses. برای شنیدن صدای شش ما باید میراقات شش‌ها را هم از پایان ببریم، از بالا به پایان به شکل متناظر در جریان نفس کشیدن عمیق بشنویم. صداهای از قبیل رانکای، کریپیتیشن که در کدام وقت شهیق است یا زفیر است و همچنان طویل شدن اکسپایرشون یا شهیق و زفیر، اینا همان باید در نظر گرفته. بخش ابدومینال ما قراره که دیدیم اسکولتیشن یا شنیدن داره و پالپیشن پیشتر دیدیم. میراقات 4 میراق یعنی اپر کوادرانت، لور کوادرانت، طرف راست و چپ باید متناظرن ببینیم و از نظر اسکولتیشن باید صداهای باولا بشنویم، صداهای روده ها را باید بشنویم. I'd like to listen to your abdomen with my stethoscope and we'll need to lower your gown a bit. Sure. در این قسمت با هر استاتوسکوپ میتونیم صداهای باولا بشنویم. ضرور نیست مانند استاتوسکوپ های قلبی استاتوسکوپ های داشته باشیم. صداها در هر دو طرف در قسمت بالا و پایین دیده میشه. فرق در تناظر بطنی موجود است. Abdomen symmetrical in color and shape. Audible bowel sounds in all 4 quadrants. بخش نیورولوژیک ما شامل معاینه کرانیال نرو است یا اعصاب قفی از 12 زوج قفی را باید به شکل متناظر دیده شود. ای به شکل متناظر به شکلی دیده میشه که مریض میگیم بوی درست میفهمه، طرف راست و چپش، چشمش باید ادقا در نظر بگیریم، دیده در نظر بگیریم. عکس العمل ادق در مقابل نور عکس العمل مستقیم است، عکس العمل غیر مستقیم است. عکس العمل باید متناظر باشه، یک اندازه باشه. دیگه ساحه بینایی رو در نظر بگیریم، حرکات چشم در نظر بگیریم، حرکات
جانبی، حرکات داخلی، نزدیک شدن و بالا و پایان چشم را در نظر بگیریم. دیگه وجه را باید احساس شده نظر بگیریم که احساس متناظر داره یا نداره. حرکات وجه، قوی بودن عضلات جونده، اینا همش در نظر باید بگیریم. موجودیت باید داخل دهن، احساس دهن، زبان حرکتش در مقابل با یک برزد دست ما یا برزد انگشت ما، بالا بودن، طرف راست، طرف چپ، اینا در نظر گرفته. فعل بله در نظر گرفته شد و همچنان در آخر شانه هاست یا بالا کردن شانه که مربوط عصب 11 است که باید او را باید در نظر بگیریم. برای معاینه پریفرال نرو سیستم یا سیستم پریفری، در اینجا احساس است، در اینجا درد است، در اینجا عکسات عمیقه یا رفلکس ها هست که در ساعات وتری دیده میشه و همچنان خود موی جلد، رنگ جلد، اینا تماما در نظر گرفته میشه. چک به خاطر پاپل چک ببینیم که چی میکنیم. Pupils equal and reactive to light. No scleral icterus. اسکلرایشان یک رقم رنگ داره، اکتریک نیستن. پاپیلش به شکل نارمال و متناظر در مقابل نور عکس العمل نشان میده. Skin exam. I'd like to bring your gown down to check your skin. Is that okay? Oh, sure. That's fine. معاینه جلد، دو طرف جلد باید دیده شود. بعضی اوقات از معاینه جلدی خیلی مهم است برای ما به خاطر دریافت در صورت که مریضای طفل باشه و یا که مریض ما انتونی باشه. خاطر که بعضی وقتا پتیکیا سبب هایپو کم شدن. On completion of a full skin examination, there are no abnormalities identified. به خاطر کم شدن ترومبوسایت ها در اثر عکس مجادله با انتان و شکل هات میتونه به وجود بیاید پتیکیا که نشان دهنده وخامت انتان است، به خصوص در مریضی که اگر مریض ما انتانی یا میکروبی باشه. دیگه معاینات مانند معاینات گوش و کلوست، معاینات پای هاست، مثلا به خاطر دیدن ادیمای پای، به خاطر دیدن دیپ وین یا وقتی که مریضایی که حرکت زیاد نمیکنه پیش از اونا امکان داره که عضلات وریدای سطحیشان برآمده باشه که باید او را باید فرق کنیم با وریدای داخلی اگر برآمده به اصطلاح اگر بندش داشت باشه. اینا سبب درد، سبب تغییر در رنگ جلد پایا میشه، سبب ادیمای بودن پایا میشه و اینا از خود علائم خاص داره که به توسط یک سکورینگ سیستم به نام ویل سکور اینا باید اندازه گیری شود. معاینات گوش گفتم، معاینات دهن و بلعه باید در نظر بگیریم. دکتر صاحب یک نمونه خاص کوچک و زود بالایش گذاشتم از فیزیکال اگزام بود که نزد یک مریض در اتاق عاجل اجرا کردم. یعنی البته ضرور نیست تمام معاینات اجرا کنیم، نظر به وخامت مریض بعضی معاینات ازش میگذریم. بعضی حالات هست که ما میتونیم تمام این معاینات بالای مریض اجرا کنیم. البته باید نتیجه گیری از کاری که میکنیم باید یاد ما باشه و رو باید بگیریم و در تعیین وخامت در باید کمک کننده باشه این معایناتی که میگیریم. در بعضی حالات هست مریض وخیم است و ما منتظر هستیم صدای باولا بشنویم، اما بعضی حالات هست که مریض وقت داره و خود ما هم وقت داریم و ضرورت هم داریم تا بفهمیم، باز میتونیم از بعض تمام معاینات اجرا کنیم. معاینات نظر به وخامت مریض باید اجرا شود، معاینات خصوصا فیزیکی، و باید معطل کننده تداوی یا شروع تداوی نباشه. به خاطر بیشتر رساندن معلومات به دوستا، همکارا و دوستایتان میتونین از صفحه افغان لکچر حمایت کنین توسط لایک کردن و شیر کردن و همکارایتان به دوستایتان به کسایی که میخواین اونا بفهمن. یادتان نره که سابسکرایب کنین برای ویدیوهای بعدی. تشکر.